خیلی خوش اومدید به جلسه اول مینی دوره آموزش خوانندگی با آرمان. این جلسه بچه کیارش رو کنار خودمون داریم. یه نکته بگم اینجا، ما اینجا قراره که نکات خیلی مهم و کلیدی خوانندگی و با سرعت خیلی بیشتری، اسمش روشه دیگه، مینی دوره، با سرعت خیلی بیشتری حرکت کنیم و بریم جلو. بریم. کیارشان، اولین قدم خوانندگی چیه؟ از بدیهیات یه خواننده کوک. این بچه‌ها شما یعنی باید فرکانس درست تشخیص بدی. یعنی کوک به نظر من کیارش مثل پی ساختمونمون میمونه. خیلی ها اول کلاس میان به من میگن استاد تحریر یادمون بده. میگم ببین تو هنوز شناژبندی، هنوز صفحه ستوناتو نذاشتی ستوناتو علم کنی. تو داری فکر نقاشی در دیوارتو میکنی، میدونی؟ یعنی هنوز این پی درست نشده. تو داری فکر میکنی خب من اون دیوارمو مثلا بیام این دیوارمو آبی کنم. پی ساختمونتو درست کن و اصلا فضای گام ها و فواصل رو بشناسی. فواصل بریم بیشتر از این وقت رو نگیریم. ببینیم اصلا کوک چیه. ببینید بچه ها، کوک یعنی این که ما هر فرکانسی که میشنویم درست اجراش کنیم. کیارش با میم هامینگ، میم دهان بسته. دید بچه، حالا من اجرا میکنم. فالشه. ببین فرکانس سوار هم نیست. کیارش رو گوش کنید. کیارش بلد، متاسفانه من هنوز کوک نشدم. کیارش ببخشید، من دارم تمرین میکنم، تمرینام خوبه. میبینید بچه ها، این کوک ما یه مثلثی داره، گوش و عصب و عضله. گوشه بشنوه، انتقال بده عصب، عصب انتقال بده به عضله ما و این پرده صوتی ما اجرا کنه. برای اینکه این مثلثه با هم خوب کار بکنه باید خوب تمرین بکنیم که مثل کیارش هر نوتی زدیم بلا فاصله این مثلثه اجرا میکنه و میاد بیرون فرکانسه. برای اینکه این درست بشه کاری نداره که من براتون 2 تا فایل زیر همین جلسه میذارم، فایل کوک خانم ها و آقایان. چون اگر نمیدونم میدونید یا نه، خانم ها 1 اکتاو صداشون زیرتر از آقایون به خاطر اصلا ساختار بدنیشونه. صداشون 1 اکتاو زیرتره. پس فایل کوک خانم ها با آقایان فرق میکنه. زیر همین جلسه میذارم تا باهاش کوک بشه. نکته مهم بعدی که میخوایم با کیارش باهاتون کار کنیم بچه‌ها، روی نفسگیریمون و یک دست بودن خروج هوامونه. برای چی داریم این کارا رو میکنیم؟ چون جلسه دوم با علی فاطمی ما اومدیم داریم رو تحریرها کار میکنیم. میخوایم با علی فاطمی روی تحریرها بریم و حرکت بین نوت‌ها. پس قطعا باید کوک و نفسگیریمون اوکی باشه، تمیز باشه که بتونیم اونجا اون فواصل رو انجام بدیم دیگه. نفسگیری که اصلا باید دیافراگمی باشه. این که نباشه که اصلا همه چی خراب. بالا آموزش‌های کاملش اینا داخل پکیج کامل آوای کوک گذاشتم. اینجا ما فقط داریم یه مینی دوره میذاریم که با سرفصل‌های اصلی آشنا بشید. نفسگیری باید دیافراگمی باشه. می‌خوایم بریم روی مدیریت خروج هوا و نفسگیری سریعمون کار بکنیم توی این بخش با کیارش. یعنی چی؟ من 4 تا صدا، 4 تا آکورد می‌زنم. هر آکورد رو 4 ضرب تکرار می‌کنم. بعد از هر 4 ضرب نفس میگیریم، وارد صدای بعدی میشیم. بریم 3 4. دوباره یادش گرفتیم. بچه یه نکته داره اینجاها، این ضرب‌ها که داره میخوره، شما نگید صدا باید ممتد و یک دست باشه. شما باید یک دست اجرا کنید. حالا که یاد گرفتیم بریم هر 8 تا ضرب، هر 2 تا آکورد نفس گیری کنیم. 3 4. نکته هم داره اینجا بچه‌ها. دقت کردید به کیارش؟ یه خورده فیلمو بزنید عقب نگاه کنید نفسگیری کیارش رو. تا جایی که ممکنه موقع نفسگیری سعی کنید میمیک صورتتون خیلی به هم نریزه. ببینید به هم میریزه و این عادت توی خوانندگیتون هم روتون میمونه. سعی کنید یک مقدار مابین لب‌ها رو باز بذارید. یعنی سعی کن تا جایی که میشه دهنه باز نشه.
یک مقدار ما بین لب‌ها باز بشه و بگیریم. بریم روی هر 3 تا آکورد نفس بگیریم، یعنی هر 12 ضرب. بچه‌ها شما باید کم کم به این مهارت برسید. 3 4 بیشتر از این توضیح نمیدم این بخشو. بچه‌ها فایل تمرینیشو میذارم زیر همین قسمت، باهاش زیر همین جلسه میذارم، باهاش تمرین کنید. اول مثل همین کاری که با کیارش کردیم، بعد هر 4 ضرب هر یک صدا نفس گیری کنید، بعد هر 8 ضرب هر 12 ضرب. اینجوری طول مدیریت خروج هواتون هم میره بالا. تمرین فوق العاده. یکی از تمرین‌هایی که کیارش صادقانه بگم، من هر روز که میام دفتر 10 دقیقه اینو انجام میدم که بدنم آماده بشه، چون روزی 12 13 ساعت دارم درس میدم. عملاً باید بدن آماده باشه برای این ساعت تدریس دیگه. 10 دقیقه اینو هر روز تمرین میکنم، بعد وارد کلاس‌ها میشم. فوق العاده تمرین خوبیه. حالا که ما کوک رو یاد گرفتیم، کوک شدیم، نفسگیری هم یاد گرفتیم، میخوایم بیام روی تمرین قله یاد بگیریم که صدامون رو ببریم بالا بیاریم پایین، آزادش بکنیم. چون بچه‌ها وقتی که ما صدامون بالا پایین نمیره 2 تا دلیل داره. یک بحث عضلانیه که ما رو عضله‌هامون خوب کار نشده. 2 بحث ذهنیه، میتونیم انجامش بدیم ولی ذهنمون اجازه نمیده که حرکت کنیم بریم سمت بالا. میخوایم این قبح ذهنمون رو بشکنیم. چطور؟ مثل صدای آژیر کیارش. ببین انجامش بده. خب بریم حالا همین تمرینی که داریم انجام میدیم روی اپلیکیشن بهتون نشون بدیم که اصلا خط فرکانستون هم ببینید. بچه‌ها فضای اپلیکیشن اینه، زیر همین جلسه این اپلیکیشن هم میذارم. خیلی باحال، صداتون رو میتونید توش ببینید و تغییرات فرکانسی ها داخلش قشنگ میتونید متوجه بشید. کیارش یه قله کوچیک درست کن. ببینید بچه‌ها قشنگ دارم بالا نوتتون هم میندازه که اصلا تا چه نوتی حرکت کردید. حالا بیا کیارش قله رو بزرگترش کن. داری میبینی دیگه، کم کم بیا بزرگترش کن. حتی اون بالا نوتتون هم میندازه. کم کم حرکت میکنید. این قله رو کوچیک کم کم بزرگش میکنید و ذهنتون رو میدید کنار، عضله ها میاد کنار. خیلی راحت تر میتونید صداتون رو آزاد کنید و بدید بیرون. بچه‌ها یاد گرفتیم که صدامون هم آزاد کنیم. حالا بریم فواصل موسیقایی رو پشت سر هم بخونیم. میخوایم فاصله 1 تا 5 رو بخونیم، نیم پرده این سیکل رو بریم بالا کیارش. با ریتم 1 2 3 4 بگم بهتون بچه‌ها، من فایل تمرینی میذارم زیر این قسمت. اگر دیدید سرعتش زیاده، نوت هاتون داره مالیده میشه، مثلا میگید نوت ها داره مالیده میشه، سرعت فایل رو بیارید پایین که بتونید خیلی راحت تمرین بکنید، به مهارت برسید، کم کم بیاید بالا. کیارش یادت دیگه اوایل چقدر سرعت فایلاتو می آوردیم پایین که به مهارت برید. قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم بچه‌ها، کیارش گفت استاد یادت چقدر من روی این گیر بودم و ایراد داشتم. سرعت رو میاریم پایین، آروم آروم به مهارت میرسیم و میایم بالا. بریم. میگم بچه‌ها میبینید داریم روی مصوت‌های حرکت میکنیم. ما کل خوندنمون روی حروف صدادار دیگه، وگرنه ب ت ک چ خ این حروف که اصلا به تنهایی خودشون هیچی ندارن، وصل میشن به مصوت‌ها و حروف‌های صدادار آ ا ای او ای او و این 6 تا این شد 10 تا. این 6 تا این چقدر سخته این شیشه.
اینجوری بهتر نیست؟ این 6 تا خوندن ما رو شکل میدن بچه‌ها. خب پس باید روی این 6 تا حروف صدادار کاملا مسلط بشیم. هر تمرینی که بهتون میدیم مثلا همین 1 تا 5، حالا تو جلسه بعد که وارد تحریرها میشیم دیگه خیلی این مشهود تره. حتما روی 6 تا مثبت انجام بدید. فایلش هم میذارم زیر همین جلسه که باهاش کار کنید. حالا که یاد گرفتیم روی فواصل حرکت کنیم، بیایم گرم کردن صدا و آماده کردن صدا رو یاد بگیریم. با چی؟ با تریل لب. حرکت مداوم لب‌ها، یعنی فشار هوا رو میاریم پشت لب‌هامون. یادتونه بچه بودیم، حتی به سنتون نمیخوره کیارش، ما بچه که بودیم خیلی تو کوچه ها بودیم، زمان ما خیلی بازی میکردیم تو کوچه خیابون، دوست زیاد داشتیم، موتور بازی میکردیم، باورت میشه صدای موتور در می آوردیم. دقیقاً همین رو میخوایم بکنیم بچه‌ها. تمرینمون برای گرم کردن صدامون انجام بده. همون قله رو یعنی باید بیاریم. آفرین، قله رو روی تریل پیاده کن. آفرین. حالا بچه‌ها اول اینو تمرین میکنید جداگونه که پیداش کنید. مثلا اولش که نمیمونه، اولش یه خورده سخته. اگر نتونستید از 2 تا انگوشتون استفاده کنید، از این استفاده کنید، کمک بگیرید، پیداش کنید. حالا که پیداش کردید میایم روی همین فایل 1 تا 5 که الان داشتیم انجام میدادیم تریل میدیم. 1 2 3 4. بچه به این صورت دیگه ویدیو نمیخوام طولانی بشه. روی فایل 1 تا 5 تون تریل رو پیاده میکنید، رفت و برگشت انجام میدید تا آماده کردن صدا و گرم کردن صدا رو یاد بگیرید. یه حالت دیگه هم الان یاد آمد کیارش، میتونیم 1 تا 5 با هامینگ هم انجام بدیم. بریم اینم انجام بدیم. اینم یه تمرین خیلی فوق‌العاده‌ایه برای گرم کردن و آمادگی صدا. پس ما یه فایل 1 تا 5 داریم که میتونید روش هم هامینگ برید، هم تریل لب برید و هم با 6 تا مثبت، یعنی یه فایل مادری بهتون دادیم که کلی تمرین میتونید روش پیاده کنید. با اینها تمرین کنید، انجام بدید این جلسه اول و خوب فیکس بشید. بیاید جلسه دوم میخوایم وارد بحث جذاب تحریرها بشیم. مخلصم.